برایش به اندازه آزاد کردن 10 غلام ثواب داده می شود و برایش 100 حسنه نوشته می شود و 100 گناه از وی محو می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در یک روز 100 بار بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر، برایش به اندازه آزاد کردن 10 غلام ثواب داده می شود و برایش 100 حسنه نوشته می شود و 100 گناه از وی محو می گردد و در همان روز از شیطان محفوظ می ماند و هیچ کس عمل را بهتر از این انجام داده نمی تواند مگر آنکه همین کلمه را بیشتر بگوید. از ابو ایوب انصاری و ابن مسعود رضی الله عنه در همین حدیث روایت است که گفتند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که 10 بار این کلمات را بخواند مانندی کسی است که یک غلام را از اولاد اسرائیل آزاد کرده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.